ما در شهر قرغانتپه زندگی میکنیم. همه انگورا ای شهر حصار خریداری کردیم. وقتی که خریداری کردیم، در وقت خریداری اکا اسکندر گفتن که اینترنت دیدیم و زنگ زدیم به امیو هم صحبت شدیم که هم خیلی انگور شاه انگور دارین، این نمو یو چی اوتر میگفت، یعنی انگورا این خیلی انگور شاهانه، من خیلی انگور چورا دیدیم همه ده چاکایو یکی را خداوند اگر سبزش کنه خیلی حوصله نغز میگیریم. ایو ما وقتی که دو تا یمی اکا اسکندر گفتیم یکتاش نسوزید، زنگ زده گفتیم که یکتاش نسوزیده. سحر شقتی ما دا دستافکه کد خودشون رحمت اکا اسکندر دا گاب نیست. وقتی گفتیم که نه یک تا انگورتون قوق شده، کلونش قوق شده و مایدش سبزیده، اینه در برش با یک تا دیگه سحر قطی روی کردن، اینه مایده اکایو سبزیدگی اینو برای اکای اسکندر رحمت میگیم، برای دستافکشون، برای خدمت رسونیشون رحمتی کلون بخشون، ایدم برکت بیوه سبز شوند پروردگار، ایدم زیادتر فایدهش بینن که مقصد که خلقا فریب نمیکنن. انشالله وقتی که همه کار که روست که کار کردی انشالله خداوند میتتون. رحمت به اکا اسکندر بسیار با ما نمروشونه بسیار همکارم دا پیریدوت کردم، حال خریداری میکنن و هم بامونندیم. رحمت به اکا اسکندر.